سلام. امروز میخواد مهمون بیاد. من میخوام دسر تیرامیسو درست کنم. خب ما رو هم میزنیم. حالا اول از مواد لازم شات بگیرید داشته باشید. 4 تا لیوان شیر رو میریزیم. 4 عدد زرده تخم مرغ، 4 تا قاشق نشاسته ذرت، 10 قاشق شکر هم میزنیم. انقدر هم میزنیم تا یه دست بشه. بعد روی حرارت به این غلظت که رسید وانیل رو میزنیم. پنیر ماسکارپونه خامه هم میزنیم. اینم موادمون. حالا بیسکویت های پدیپور رو میچینیم تو ظرف. روش قهوه دم کرده میزنیم. خیسش میکنیم و مواد رو لایه لایه میزنیم. لایه بعدی به همون ترتیب. لایه آخرم پودر کاکائو میریزیم و ببینش خیلی خفنه.